اسم چی بود؟ اسم امیده. امید جان تو به این کار علاقه هم داری یا نه مجبوری؟ چه علاقه نداشته؟ مثلا الان بهت خونه بدن، ماشین بدن، پول بدن، بازم میای تو کنی؟ آره چه نمیدونم. پس علاقه ببین بعضیا آدمای با شرفی هستن به کارشون علاقه دارن از جمله حاجی. یعنی صرفا سر این نیست که محتاج به این گوسفند. الان گوسفنداش 200 تا ماشاءالله، غیر از گوسفند خیلی چیزای دیگه هم داره طوری خودش میگه، ولی چون علاقه داره دوست داره میاد تو طبیعت. این مه و این طبیعت زیبایی که داره استفاده میکنه، این گلای قشنگ روی زمین، بعد این درخت‌های به این خوشگلی، این گوسفندای به این خوش سر و زبونی، همه اینا به حاجی انرژی میده که ماها اومدیم فقط یه لحظه از انرژی استفاده کنیم. درسته؟ چه خبر؟ چند تا گوسفند داری؟ من 150. شما در برابر دوربین مخفی هستی. 150 تا گوسفند داری؟ کلا کارت گوسفنده؟ چند تا گوسفند؟ 150. میشم ساعت چند؟ ساعت 5 صبح میشم. خب خانه میخورم. خب گوسفندا رو میدوشم، چیز رو پنیر میزنم، ماست میزنم. خب بعد برنه رو بار میدهم. بار میدم یعنی چی؟ برنه رو چیز مورش میذارم شیر میخورم. خب مار میدم زمان مازندرانی. خب دیگه این با حتی که مانگل هم داری تو بذاری. بعد اینا رو بیرون میریزم، میبرم برام اینجا علم میخواسته میکن. بعد میبرم کجا؟ خونه. خب یه لحظه بری خیاطی یعنی 2 ساعت کسی خونه نیست برات درست کنه. از اول اونو مینداختی ها. اون خراب شده. طبیعت حیف نیست. چی؟ اینا برداشت اینا رو با دست دیگه، با دستگاه که نمیدوشتی. با دست دیگه اینا رو مار میدیم و شیر میخورم میریزیم بیرون. و مار چیه؟ یعنی بره رو میدیم تو پیش مادر. آها بره ها اول شما میدوشین، بعد هرچی مونده بچه هاشون میدن میخورن. آره. بعد اینا راهی سراب میکنیم. خب اینا شیر میدیم و مادرشون خواب دیگه. ساعت چنده؟ حاجی جان. بله. چی کنه؟ بریم سری. کاری نمیکنه. میکروفون تو. چند سال میای بیابون؟ من سال 67 تا پیش گذاشتم. 67 یعنی از موقعی که خانومم به دنیا اومدی که 2 سال بعدش. خب آره. یعنی تا الان 35 سال داری گوسفند میاری بیرون. از 10-12 سالگی. خب پس همه شیر صبح رو تبدیل به ماست میکنی؟ ماست نه، پنیر میکنی. شیر تبدیل به پنیر میکنی؟ یه کمی ماست میکنم، بقیه پنیر میکنی. خب بعد این کارو کردی میذاری کنار، ماستو که ببنده، خودت با گوسفندا از آغل میاد بیرون با همراه هم دیگه. میای تو این صحرای قشنگ میچرونی. میای یه مسیرهای مختلفی میری؟ بالا میرم این پایینی تا بالا میری. خب بعد تا کی هستی اونجا؟ ساعت 5 تا 5 غروب هستی. از صبح ساعت 5 تا 5 غروب، 12 ساعت بیرونی شما. برای خود غذات هم میاری. ببینیم چی داره. خب یه زندگی ساده اما با لذت. این چاییشه، این قندشه، این کتری، این سفرهشه، اینم کتریشه. این کتری. بله اینم چاقوشه، یه دونه چاقو هم داره. دیگه این چیه؟ اینجا چاییه. اینجا چاییه. یعنی از تمام دار دنیا تو اینا رو تو توبره ریختی، اومدی اینجا برای خودت میچرخی و داری لذت میبری از زندگی. درسته؟ اصلا غمت هم نیست. هر چی هست همراهت تمام. درسته؟ این زندگی واقعی. یعنی گوسفندات باهات هستن، کلات سرته، توبرت باهاته، چاییت هست، قندت هست، همه چی هست، میزنی بیرون. درسته؟ همه چی رو با خودت همیشه برمیگردی خونه. قرص خوابم میخوری شب؟ نه واسه چی بخورم؟ اصلا تا الان نخوردی؟ نه. ساعت چند میخوابی شبا؟ شب ساعت 9 10. یعنی سرتو که میذاری چند دقیقه بعدش میخوابی؟ 5 دقیقه بعد میخوابی؟ واقعا؟ به هیچی فکر نمیکنی؟ ناراحتی نداری؟ نه واسه چی؟ قصه نمیخوری اصلا؟ فکر نمیکنی؟ استراب نداری؟ قلبت نمیزنه؟ نه. بعد این درخت ولیکه. این درخت ولیکه؟ ولیکه این چی میزنه؟ این تلکاه. آها. این تلکاه، این تلکاه. این تلکاه خوردنیه؟
الان نه. نه بزرگ میوه میده. میوه میده، گلابی میوه میده. تلکا گلابی وحشی رو میگن. آره. آها گلابی وحشی تلکا میشه که ازش مربا درست میکنن. آره ولی اینم که ولیکه. سیاهه. آها اینم ولی که سیاهه. شما میگین پرسی میگین چی؟ ولی که سیاه. حالا شده گرگ به گله بزنه. چند پاره کنه؟ آره چرا چند بار اتفاق افتاده؟ دست بار زد. خودت هم سرشاخ با گربه شدی تا حالا؟ آره نه خداییش. آره. چجوری مبارزه کردی یا نه؟ مش زدی؟ دو بار کردم. خب فرار کرد. شام میخوریم و خب کمی شب لیست میکنیم و چیکار میکنی؟ شب کمی میشینیم و خب صحبت میکنیم و درباره چی؟ بعد خب میخوابیم. آرزو چیه؟ چه آرزو داری؟ هیچ آرزو نداری. یعنی به همه آرزوات رسیدی.